در این ضمن جانب‌ها حادثه‌هایی که امروزها در قرقیزستان صورت می‌گیرند مورد بررسی قرار داده جهتی با راه مذاکرات هرچه زودتر دریافت نمودن راه‌های حل و فصل وضعیت بحرانی در این کشور همسایه به عمل آمده ابراز عقیده نمودند. شبکه‌های تلویزیونی دولتی تاجیکستان به جز این خبری رسمی درباره حوادث اخیر در همسایه کشور قرقیزستان دیگر چیزی نشر نکردند. این سکوت شبکه‌های دولتی تاجیکستان تا هنوز ادامه دارد و حتی در بخش خبرهای خارجی این تلویزیون‌ها درباره حادثه‌های اخیر در قرقیزستان چیزی گفته نمی‌شود، در حالی که در این بخش گزارش‌ها از آبخیزی و ترمافرایی در کشورهای دور افریقا و آمریکا نشر می شود. خبرهای مهمی تلویزیون‌های دولتی تاجیکستان اساساً با موضوع انتخابات پرزیدنتی که روز 11 اکتبر برگزار می شود بخشیده شده است. درباره آمادگی اوچسکا و حوزه‌های انتخاباتی و واخوری نامزدها و نماینده‌های آنها با مردم گزارش می کنند. در جریان صحبت همچنین اطراف مسائل مهمی بین شبکه‌های رسمی تاجیکستان از جمله تلویزیون تاجیکستان، تلویزیون سفینه، جهانما و دوشنبه HD روز 7 اکتبر تنها با دادن خبری کوتاه گفتند این صحبت‌ها در علیحدگی و تلفنی صورت گرفت. سامانه رئیس جمهور هم نوشت که طرف‌ها وضعیت در قرقیزستان را بحرانی و مذاکرات را راه هرچه زودتر حل شدن مسئله دانستند. با سوال این که چرا شبکه‌های تلویزیونی در تاجیکستان از انعکاس تحولات اخیر در قرقیزستان خودداری می‌کنند و آیا برای خبرنگاران شبکه‌های تلویزیونی برای انتخاب موضوع دستور رسیده است، پاسخ نگفتند. هفته‌نامه‌های کشور هم به مسائل اخیر قرقیزستان چندان توجه نکردند. در هفته‌نامه تاجیکستان مقاله با نام انقلاب قرقیزی و در هفته‌نامه دنیا خبر درباره حوادث این کشور نشر شده است و بس. کارشناسان این عمل رسانه‌های دولتی را محدود کردن دسترسی تماشابین تاجیک بر رویدادهای نه تنها جهان بلکه کشورهای همسایه می‌دانند.